این دو تا رفیق عزیزمون امشب چه میکنن و چجوری قراره که اینجا صحنه رو آتیش بکشن و بدرخشن و شما باشون حال بکنین، کیک بکنین، رای بدین، بریم دفاعیه برنامه. توضیحی ندارم که زودتر بریم به اصل ماجرا بپردازیم و تماشا بکنیمشون. حدستون چیه؟ کیا طرفدار محسن شریفیانه؟ کیا طرفدار دانیال هم هستن؟ سخته بابا، این رایگیری ها کار سختیه. آره واقعا یه دست بزنیم بریم و برگرد. یکی از چیزایی که کارناوال انتخاب کردم تحقق رویاهام روی خواسته خودم داشتم یه بودم تو فستیوال مختلف و این برون بر، اما امکانی که اجراش بکنم نبود، چه به لحاظ مالی در درجه اول قابلن امکانات محدودیت هایی که استیج‌ها فراهم می‌کردن در واقع می‌گرفتن از زمان رو و ما نمی‌تونستم چیزی نیست داشتیم روی صحنه داشته باش برای تغییر حرکت تو کارناوال در این اتفاق میفته. این خیلی حال من Thank you.